هلو گایز دوستان عزیز، سیسماستی های گل، حالتون چطوره؟ من فرنا گیمینگ هستم و خوش اومدید ببین به یه ویدیوی دیگه از چنل یوتیوب خودتون. آقا الان ببین ممکنه که برات سوال پیش بیاد، داغش فرنام چند روز نبودی چه گویی میخوردی؟ آقا براتون بچه ها ببین تازه ببین یعنی 1 میلیونی بچه تقریبا آقا هزینه کردم بچه. این ساخت چیت رو یاد گرفتم و کانفینگ رو ببین خیلی حرفه‌ای ها، خیلی حرفه‌ای. آنتی بناشون بچه ها یعنی ببین 100% آنتی بنای عربی، یعنی ببین عرب ببین براتون گذاشتم عشق کنید. آقا خب بچه ها بریم که سراغ یک گیم پلی رو ببینیم و بچه ها خب آقا چند تا بچه ها ببین امروز براتون اکانت رایگان بچه ها آوردم. این اکانت های رایگان بچه ها البته کلن بچه ها 3 تا هستن و 3 تا اکانت بدون بن هست که من خودم میدم به اونایی که بچه ها تو این چند روزه کامنت برامون گذاشتن ها، کامنت گذاشته بودن اونا رو بچه ها خب آقا بچه ها راستی اون 3 تا اکانت هم آقا 3 تا تکسیور جن هند هستن و تکسیو اکتیویژن رمز میل از قابل چنج و اونجور چیزان که خب بچه اونا رو توی چیز میذارم، اونا رو برنده هاشون رو اعلام میکنن. اونایی که ببین کامنت گذاشتن برای ما، حالا لایک و اینجور چیزا اینا زدن که اسمشون هم بهتون میگم ویدیو بعدی اسمشون رو بچه بهتون میگم حتما که در اطلاع باشن. بچه اسمشون رو که خوندم اگر یکی از اون برنده ها عشق من سیسماسی من تو بودی توی کامنت ها بچه ها به این پیام بدید که آقا برنده شدیم من و اسماتونم دارم، اسماتون رو ویدیوی بعدی اعلام میکنم. بچه ها بیاید به من پیام بدید که منم و من لینک کانال روبیکام رو بهتون میدم. بچه بیاید اینجا رمز میل از من دریافت کنید. آقا اینم از این موضوع به تربیت های پر رو گستاخ شماره 1 زدن. آقا بریم ببینم بودو ببینم شماره که زد سریع ببینیم ایمان بچه ها میگیریم روی این. و آقا راستی بچه ها بهتون آقا اصل کاری ها یادم رفت بچه ها تو این ویدیو اول از همه داداش من لایک کامنت ببین ویدیو رو ول بده، یعنی ببین لایک و کامنت ویدیو رو ول بده. پشمام عجب شاتی زد، هرشم وان شات کرد دیگه، عجب شاتی زد واقعا نداره. یه وان شات ترتمیز بهمون زد با جای 12. خواهد جا آها اصل کاری دوباره بچه ها من هی یادم میره، انقدر دیگه خفنه دیگه هی یادم میره. آقا بچه ها یه دونه کانفینگ خفن بچه ها از اونایی که یاد گرفتم، یعنی ببین همینطوری بچه ها خرکی یه چی درست کردم براتون سم ببین اصلا ایمتون گفت میکنه تو طرف ایمبات 30%. خیلی بچه ها گانه. مثلا بچه ها این کانفینگی که درست کردم بچه ساخت خودمه و آقا ببین اون طوری هم نیست بیام بگم او ایمبات مکس بعدن هدشات مکس نمیدونم دیگه ایم لوک مکس. آقا اینجا چرت پرتا نیست، یه ایمبات 30% داره یه ایمبات 20%. چیدم بچه دیگه یه چیز نمیچینم هم آقا عشقم ببین بهتون بم بده که دیگه اونجور چیزا نمیچینم. و بچه اما بهتون بگم این کانفینگ رو خودم تست کردم، تا همین ویدیو هم میبینیدش این کانفینگ ها که لگتون رو کامل از بین میبره. و بچه من کلا ببین این یه هفته که اصلا یه هفته که نمیشه چند روزه، آره آقا میگیم همون یه هفته، این یه هفته که بچه من فعالیت نکردم بچه ببین صرف سخت این کانفینگ کردم. یعنی ببین من یه هفته ببین ویدیوشو که ببین 2 روزه تموم کردم مراحلشو چی ساختم بچه واقعا کاری نداره. ایشالله اگر به یه کار رسیدیم من بچه آموزش ساخت چیتو بچه بهتون میدم، چون که به احتمال خیلی زیاد بچه بعد اون ستونای جنگ دیگه آقا بریم کلا چند تا باگردونه و اینجور چیزا براتون بذارم. بعدش هم بچه میخوام برم سراغ واقعا آقا سراغ چیز میخوام برم سراغ وارزون میخوام برم.
بچه دیدید اینجا چجوری رو انمی گفت کرد؟ خیلی بچه این کافی خفنه، حتما استفادهش کنید. و اوگو بازم یادم رفت، من اصل کاریه رو یادم رفت بچه. این کانفیگ رو شما توی کانال تلگرامیمون میتونید دریافت کنید. اسمش هم از فرناب گیمینگ کانفیگ سیزن 8. از اونجا بچه دانلودش کنید. آموزش نصب بچه، آموزش نصب بشم توی کانال تلگراممون بچه براتون گذاشتم. آموزش نصبش بچه یه کوچولو با کانفیگ های دیگه متفاوت نیست البته. خب یکی دو تا رمز داره که خب رمزه رو بهتون باید بگم. فرقش فقط همینه، یه دونه رمز خیلی مهم داره که خب رمز شما موقع استخراج فایل تو برنامه زداچه بچه باید بزنید. آموزش نصب و اینجا چیزاشو ستونم بیا اونجا تو کانال تلگرام همه چی هست و همه چی هست، اصلا نگران آموزش نصب و اینجا چیزا نباش. و بچه اون 3 تا اکانتم که خیلی واقعا خیلی خفنه، عکساشون هم بهتون میدم. خداست دیگه بچه، خلاصه که بهتون بگم دیگه آقا. ببین حالا به ماشاءالله ببین به 4-5 ساب رسیدیم آقا، همینش هم پیشرفت بزرگیه. حالا بچه ببین ما که انصافا بچه ببین من اون چیتایی اون کانفیگ هایی که بچه میذارم ببین واقعا بچه آقا حقمونه که بریم بالا، چون بچه انصافا چیزایی بدون بند خفنی براتون میذارم، همونطور باگ گردونا. اینجا یه راش خیلی علکی دادم وسط 3 نفر پریدم، خیلی راشم علکی بود اینجا، اصلا نباید میرفتم بالا، باید نیدی چیزی پرد میکرد، اصلا نباید میرفتم کلا اینجا بالا. و بچه بهتون آقا میگم که انصافا بچه آقا حق ما ببین یه دونه لایک هست، یه کامنت هست، یه دونه سابم به مولا هست که آقا ساب ویدیو رو ببین خودت بچه اصلا قرار لذت ببرید داداش من. سابو بزن، زنگولش رو بزن، داشت هر ویدیویی گذاشتیم بپر بیا ویدیو رو ببین. آها بچه و راستی یه چیز دیگه هم هست که بچه بهتون میخوام بدم. این میخواستم اینو فینیشر بزنم نتونست، یعنی دستم رفت تو رفت این رفت. خب بچه اگر بچه یکی دو تا ببین آموزش خفن و ببین خفن بچه براتون گذاشتم که امروز فردا ببین ویدیو شارژ براتون میخوام بذارم. بچه ببین میخوام ببین یه جور آموزش بذارم، نگاه کن دیدید بچه اینجا یه لحظه اینها بچه این آموزش رو میخوام بهتون بذارم که آقا توی تنظیمات یک گزینه فعال کنید که ببین گیپ میشی. بچه ببین هیچ کدوم از یوتیوبرها شک ندارم که بچه خب اینا ببین 100% به شما نگفتن که آقا ما اینا میزنیم گیپ میشیم. اما بچه مثلا بعضی وقتا توی بازی دیدید که اشکای من مثلا طرف آقا میری تو خونه یوهو دیوار یوهو ظاهر میشه، دیدید یا نه بچه ببین بگید آقا بچه اونا بچه ببین باگ نیست داشت من، باگ نیست، طرف چیتر نیست، اون این تنظیمات رو فعال میکنه و وقتی که به دیوار بلند بچسبه گیپ میشه و شما نمیتونید بهشو ببینید. بچه اینم با مدرک ویدیوی بعدی بچه براتون میخوام بذارم توی ویدیوی بعدیمون. پس ببین لایک بذار، کامنت بذار، ساب بزن، زنگولرم بزن که بچه ویدیو بعدی ببین این آموزش هاشو میخوام بزنم. و بچه یکی دو تا تنظیمات آموزش جزئی برای کم شدن لگتون که خیلی خفنن و ببین واقعا بچه من خودم مثلا این کار انجام دادم ببین آیپد شده گوشه که بچه خیلی خفنن. مثلا بچه یه دونه تنظیمات آقا ایمتون رو دور میکنه، ببین یه جور ایم باد، اصلا نگاه کن نگاه خیلی دقتی رو بچه این بالا میره. البته حالا ببین بخاطر اون کانفیگی که من زدم هم هست، خیلی بچه عالی گاد میشه اینا. نگاه کن نگاه گفت میکنه اصلا دن سرویس کانفیگ. من تنها کاری که کردم زوم زدم با تیر، بقیه راهش هم حتی خودشم کانفیگ آقا میگم که برای بچه ببین یه چی میسازیم ببین به مولا ببین کل چیترای عرب ببین جلومون زانو بزنن به مولا. خب یانمون هم زدن هشک مشکش بالا اومد. خب خدا کنه حالا این دست اول بشیم بگیریم این دستو. داداش بیا بیرون خط سیستوری ازت بگیرم. خب آقا بچه خلاصه که گفتم دیگه آقا حرفی نمیمونه چون یه دقیقه ویدیو رم ببینید. و بچه این کانفیگی که بهتون میدم رمزی داری که رمزش
تقریبا الان بچه ها میاد رمزش، بچه ها الان میاد رمزش همونجا دیدید. اون رمز رو برای کانفیم وارد کنید و استخراجش کنید. خب تک به تکیم، مثلا دقت نکردم. خب بنازم بریم بالا. خب سریع آرمور 200 بزنیم حداقل وان شات ریسکش کمتر بشه. او این بالای شیطون سریع با 117 میگیریم چند تا تیر روش. فرار کردی داشت راش بده دیگه. کارا چیه بچه؟ عشق منید. با آخرای ویدیو نزدیک میشیم بچه. این ویدیو رو لایک کنید دیگه. منو بچه گفتم آقا حمایت کنید انصافا بچه به ما میرسه. عشق منید بچه. تا ویدیو بعدی بابای. فقط بچه اینجا رو ببینید که اینم من میزنم و بچه دیگه بریم دیگه. بابایم هم از الان باتون کردم به مولا. عشق منید، همتون رو دوست دارم آقا. خب داشت برو بالا سریع بزنیم تا برو. 117 نگاه تر تمیز اصلا تیر میس نمیره. اینجا چند تا این گرفتم روش. اچس و تمام. عشقی تا ویدیوی بعدی. بابای.